روزتون بخیر. بازم اومدیم با یه ایردراپ جدید و این بار خیلی پر سر و صدا. ایردراپی که امروز تازه معرفی شده، ایردراپ ریکول، و خیلی هم ریاکشن های بالایی رو گرفته و امروز میخوایم بررسیش کنیم. خود من فعلا فعالش نکردم چون امروز اومده روی صفحات ایردراپ ها، واسه همین امروز کنار شما بررسیش میکنیم. یه سری تسک های عمومی داره، استپ بای استپ گایدش رو، راهنماش رو نوشته که چجوری میتونیم ما توی شبکه این ایردراپ ریکول شرکت کنیم. 4 تا وظیفه متفاوت داره. میگه که اول بریم وبسایت ریکول کمپین پیج آن گالکس رو ویزیت کنیم. خب ما میزنیم میریم ویزیت کنیم. اومدیم ویزیت کردیم، اوکی. میگه که فالو ریکول آن گالکس. خب میگه که اینو فالو کن. قبل از اینکه ما فالو کنیم باید وارد حسابمون بشیم. وارد حساب شدن با متاماسک هم میتونیم وارد بشیم. میزنیم متاماسکی که هیچ پولی توش نداریم و فقط واسه ایردراپ ها استفاده میکنیم و یه مقدار خیلی کم برای فی های شبکه استفاده میشه، واسه گس فی ها میذاریم که واسه ایردراپ ها خرجش کنیم. خب من اینو زدم، بس شد. میگه یوزرت رو بزن. حمید سفرزاده رو میزنیم. میگه که نباید فاصله بزنیم. ما هم میگیم چشم. ساین اپ میکنیم. اوکی I understand شدیم و تمام. خب ما اومدیم به عنوان یکی از سابسکرایبرای این شبکه توی وبسایتشون. اوکی شد. میگه که فالو کن گالکسی رو. این که فالو ریکوله، میایم فالو رو اینجا بالا میزنیم. خب این فالوینگش. بعد میگه complete all available quests to earn points. میگه که هر چی که ما گذاشتیم برای انجام دادن شما انجام بدین تا ما بتونیم امتیازتون رو بیشتر کنیم. میگه فالو ریکولان. اوکی. ما میزنیم که بریم ایشون رو فالو کنیم. خیلی ساده است، تسک های زیادی نداره. میگه که آدرس والتت رو میخواد، سوشال اکانتی که هست رو میخواد، وریفای کردنش رو که ما میخوایم این حالا شبکه های اجتماعی که اینجا هستن رو فالو داشته باشیم. خب یه سری تسک های عمومی خیلی راحته، مثل ایردراپ های دیگه است. حالا این ریپوست داره، ریپوستش رو انجام میدیم. اینا رو حالا من بعد اینکه ویدیو ضبط شد میام خودم دونه دونه انجامشون میدم. کار خاص زیادی نداره. میگه مثلا 22 ثانیه دیگه تایید میکنه. بعد میگه فرندزاتون رو دعوت کنین که شیر میکنین با هم دیگه، میایین امتیازاتون رو میبرین بالا و اینجوری امتیاز جمع میکنین تا اینکه پوینتاتون برای شرکت در ایردراپ بره بالا. میایم این یکی صفحه رو مثلا نگاه میکنیم ببینید که چه چیزهایی داره. میایم اینا رو دونه دونه میخونیم و امتیازمون رو میبریم بالا. خب این از این. میگه complete زیلی تاسک. تسک هایی که برای زیلی هست. میگه ویزیت کنین این پیجش رو، یعنی تو پیج زیلی. کوکیاش رو اکسپت میکنیم. کانکت تو زیلی. شبکهشون رو فعال کردن. میایم اینجا ما ساین اپ میکنیم، اکانت جدید میسازیم. اکانتمون که ساختیم کانتینیو میکنیم با ایمیل و میریم جلو. بعد میگه که ساین اپ کنیم با والتتون، کامپلیت کنین کل تسکا رو و ایکس پی بگیرید. خب بعد میگه که بیاین ویزیت کنین بوست ابسینیت نتورک رو. میاین شبکه دیگه است، این اپلیکیشنش رو که الان در دسترس نیست رو میزنیم، فالو میکنیم. همین کارهای ساده. و آخر سر میگه که share recall search with your network، بعد شو فلان into extend برای رفرال بیزنس و فلان و الی آخر. بعد میگه check back weekly for new quest و کوست های جدید. میگه که هر هفته کوست های جدیدی، وظایف جدیدی اعلام میشه که میتونی اینا رو بزنی. من وایت پیپر اینو قبل اینکه حالا این ویدیو ضبط بشه خوندم. یه خلاصه وایت پیپر اینجا گذاشتن که میتونیم وایت پیپر آف ریکول نتورک بزنیم واسهتون میاره، بریم بخونید.
شبکه قوی نشون داده. حالا شاید مثل شبکه های زتا، مثل شبکه های زدکایسینگ، مثل شبکه های بزرگی مثل اتریوم و حالا دیگران نباشه، ولی شبکه پرپتانسیلی نشون داده و این نفراتی که اومدن رأی مثبت دادن نفرات نرمال و معمولی ترید نیستن، نفراتی هستن که توی ایردراپ ها نقش مهمی دارن، تونستن شرکت کنن. واسه همین لازم دونستم قبل اینکه خودم شرکت کنم امروز این ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. هر سوالی مشکلی داشته باشین توی پیج اینستاگرامی بنده سفرزاده آندرلاین کریپتو حتما بپرسین که دیگه هیچ موردی در این مورد باقی نمونه. پرسود و